سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان الکترونیک خوارزمی. بردی که الان ملاحظه میکنید دوباره ما ساختیم برد اتوماتیک استارت، یعنی ریموتی ژنراتورهای برق از 3 کیلووات تا 8 کیلووات و 10 کیلووات هست که از کاربراتور استفاده این مدل کاربراتور استفاده میکنن و مدل‌های دیگر هم ما میتونیم براتون استارتی کنیم. ببینید با ریموت کار میکنه، با زدن دکمه ریموت ساسات به صورت اتوماتیک توسط اون استپر موتوری که بالاش قرار گرفته میشه و این رلی که اینجا ملاحظه میفرمایید که رلی استارت هست فعال میشه که میتونید وصل کنید به اتوماتیک استارت و استارت رو بزنه. الان آلارم داره میده که روشن نشده موتور، به خاطر که برق بهش وصل نشد و بعد از 20 ثانیه دوباره این عملیات رو تکرار میکنه. حالا منتظر میمونیم که این 20 ثانیه تموم بشه. این مزیتی که داره، ببینید ساسات به صورت اتوماتیک بسته و دوباره باز میشه. حالا من میام برقشو وصل میکنم. اینجا ما یه سیمی رو قرار دادیم برای اینکه شبیه سازی کنیم که مثلا برق توی ژنراتور اومده که ورودیش داخل این برد مشخصه. خب همینجوری که الان ملاحظه کردین این سیم الان وصل شد و وقتی که اون سیم وصل میشه الان خب موتور دیگه روشن هست، برق داخل برد در واقع اتوماتیک استارت ما اومده و در حال حاضر موتور روشن هست. ساسات هم که میبینید در ساسات کامل بازه و هرچی هم دیگه من کلید استارت رو بزنم عمل نمیکنه، به خاطر اینکه موتور روشنه. این کلید دیگه غیر فعال میشه، این کلید دیگه هم غیر فعال میشه، به غیر از کلید دوم که کلید خاموش کننده موتور هست که با زدن این کلید رله دومی فعال میشه که این رله وظیفش اینه که خاموش کنه، که سیم کشیش داخل موتور مشخصه که موتور رو خاموش بکنه و بعد از اینکه خاموش انجام داد دیگه هشدارشو خودشون میده که ببین به مدت 10 ثانیه اون رله رو فعال میکنه. خب ببین الان این هشدار خاموش کننده است که ما با جدا کردن این دوتا سیم به ژنراتورمون میفهمونیم که موتور خاموش شده، که بعد از این مدت دیگه باید خاموش شده باشه. خب ببینید الان دوباره با فشار دادن این کلید استارت میزنه و موتور روشن میشه. این یه قابلیت که داره اینه که ساسات دستیش هم شما میتونید ازش استفاده کنید، یعنی ساسات دستی غیر فعال نمیشه. شما میتونید به راحتی اگر مثلا جایی باتری خالی کرد یا هرچی، میتونید به راحتی از این ساسات دستی هم استفاده بکنین و ساسات اتومات هم اگر تو وضعیت حتی بسته هم باشه خودش تشخیص میده. ببینید تو حالت بسته هم اگر باشه، شما اگر موتور بزنید برای روشن، ببین خودش تشخیص داد و ساسات رو باز کرد که دوباره اگر برق وصل بشه، اینجا اگه ما بتونیم برق وصل کنیم یه دستی، دیگه استارت مجدد نمیزنه و موتور خب داره کار میکنه، دیگه نیازی به استارت مجدد هم نداره. موفق باشید. خدا نگهدار.